دراگون لیدی یا بانوی اژدها، آیا این هواپیما به اندازه اسمش ترسناک هست؟ بریم ببینیم. لاکهید U-2 یک هواپیمای شناسایی دور برده که طراح اصلیش کلارنس کلی جانسون بود و در سال 1956 عملیاتی شد، اون هم به سفارش آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده. کار U-2 شناسایی استراتژیک در ارتفاع بسیار بالا، تصویربرداری و جمع آوری اطلاعات سیگنالی، پایش تأسیسات نظامی و هسته‌ای و مأموریت‌های هواشناسیه. اما طولش به 19 متر میرسه و فاصله دو سر بالش حدود 31 متره و قادر به پرواز در ارتفاعی بیش از 21 کیلومتره و اما بیشینه یا حد اکثر سرعتش به 805 کیلومتر بر ساعت میرسه و اون خدمه حتما باید از لباس فشار بالا شبیه به لباس فضانوردی استفاده کنه تا آسیب نبینه. دانستنی استار، مرجع برترین های نظامی جهان.